خب اگر اجازه بدید من آرام آرام آغاز کنم به خواندن این متن و یدالله رویایی رو در کتاب آخرش اندکی به بحث خواهیم گذاشت. پیشگفتار کتاب در مدت درخت، آخرین مجموعی که یدالله رویایی منتشر کرده در نشر روناک در هلند. اسمش هست انسان خط تیره جهان خط تیره زبان. 3 گزاره مطرح میکنه یا 3 فرمول به گفته خودش. بعد با این 3 فرمول این نوشته رو در 2 بخش مایه ها و ساختمان فرم ادامه میده. 4 صفحه و نیم 5 صفحه است. گزاره هاش اینها هستند: شعر بدون انسان نمیتواند شعر زبان بشود. زبان بدون جهان جهان خودش را به شعر می دهد. جهان زبان را رابطه های زبان می سازند. با این 3 فرمول می خواهم حرف هایی را به سادگی و به صراحت در میان بگذارم. سادگی و صراحت درباره موضوعی که صریح و ساده نیست کار دشواری است. مع ذالک وقتی ضرورتی به میان می آید ما را از دشوار گذر می دهد و ضرورت در اینجا بستن راه انحراف است در زبان و در زبان شعر. گو این که نه این و نه آن انحراف پذیر نیستند و انحراف پذیر نمی مانند و تاریخ همین را نشان داده است. این نه تنها تاریخی بلکه ازلی و ابدی است. این که زبان منحرف می کند ولی منحرف نمی شود. پس یعنی دغدغه ما در اینجا برای انسان زبان است، نه زبان انسان، که نه به این و نه به آن نمی توان تسخر زد، که معالاً خود را به سخره کشیده ایم، نه شعر را و نه خواننده شعر را. چرا که خواننده‌ای که هوش خوانش دارد حریم نفیسش را بهتر از ما شناخته است که خود را به این بازی خطرناک نباخته است و خواننده‌ای هم که سطح خوانش خود را به خوانش سطح تمام می کند سطح را بهتر از شاعر سطحی می شناسد و به بازی‌های رایگان زبانی ارجی و سطحی نمی دهد. و حرفهای من در اینجا چیزی جز حرمت سطح این و حفظ حریم آن نیست. مایه ها. این 3 فرمول 3 قلمرو مشترک در شعر نو و کهن مایند. در شعر فارسی همیشه دخالت کردند و غناء شعر ما را می سازند و در عین حال غناء شعر دنیا را هم همین 3 عامل می سازند، چرا که هیچ شعری در دنیا به عقیده من نمیتواند بدون سهمی از این 3 زبان، انسان، جهان، شعر باشد و هر شاعری به سلیقه خود پیمانه ای از این مایه ها بر می دارد که افراط در برداشت یکی از آنها طبعاً کم کردن سهم آن دوتای دیگر است و همین موجب پیدایش تمایل‌ها و مکتب‌های گوناگون ادبی در تاریخ شعر شده است. یعنی بسته به این که کدام یک از این 3 قلمرو زمینه مسلط و شامل را در شعر بسازد آن شعر را منتسب و متعلق به مکتبی خاص می کند. مثلا فرمالیزم در قلمرو کارهای زبانی و ساختاری، رومانتیزم و سانتیمانتالیزم در قلمرو من شاعر، دل و درون، نارسیسیزم و اومانیزم و مکتب‌های رئالیسم و ابژکتیویسم در قلمرو جهان و واقعیت‌های اطراف ما. اما رادیکالیزه کردن و سلطه کامل هر یک از این 3 موجب حذف آن دوتای دیگر می شود و در واقع به خطر انداختن کیمیای کلام و آن جادوی حرف است که باید در شعر باشد. همه مایه های فرم بی فرم ها همه از همین 3 قلمرو برمیخیزند. تمام ذوق ما هنرمندان زبانی، شاعران در این است که آنها را چطور با هم و در هم ترکیب کنیم که زیبایی بیافرینیم. اگر از این بی فرم ها نتوانیم فرم بیافرینیم، اگر زیبایی نیافرینیم رفوزه هستیم.
توضیح بیشتری می دهم. طرد سوژه و طرد خود، اگو، برای رسیدن به ابژکتیویته ادعایی است که ما را به همان رئالیسم سطحی و روتین می رساند. برعکس، اعتبار دادن زیاد به من و به خود و به طور کلی انسان به عنوان سوژه ما را به شور و احساسات و رمانتیسم افراطی و به خودبینی سقوط می دهد. چسبیدن به زبان هم یعنی حضور محض زبان در شعر و طرد یک جای ابژه و سوژه نیز بازگشت به بازی‌های زبانی است و تجربه‌های رایگانی که از داداییست‌ها به این طرف از بعد از جنگ تا به حال در شعر، خودکاری نویسی، اتوماتیسم، خودکاری نویسی سورئالیست‌ها، شعرهای تجربی، شعر شی، پوئم آبژکت در اروپا و آمریکا بسیار رایج شد و از مد افتاد و نظایر افراطی تر از آن که در تاریخ شعر به شوخی‌های تاریخ پیوستند. این شوخی‌ها به ویژه در زمینه رادیکالیزه کردن زبان، فقط زبان، زبان فقط، در همه کشورها هر چند گاه تکرار می شوند و در هر دوره نسل‌هایی که می آیند تا مدتی شوخی‌های نسل پیش را تکرار می کنند، مثل حرکت اسلم در شیکاگو و در شعر سالهای اخیر آمریکا که به صورت پاپ در فرانسه هم طرفدارانی یافت. شعر آرگو و شعر توده، شعر بیگرامر، شعر تکرار، تکثیر، شعر مصرف و تولید انبوه و انواع آن. در ایران هم در سالهای اخیر، سالهای 70، بعضی از شاعران مدرن ما به تأسی از همین مدهای دوره‌ای در غرب قضیه را جدی تلقی کرده بودند، در حالی که قبل از آنها در نسل نیما یوشیج و تندرکیا هم در اوایل جنبش شعر نو نمونه‌های فراوانی از همین افراط‌ها به صورت صدها اثر به جا مانده است. بازگشت به کارهای مدرن نسل‌های پیشا مدرن اگر نباشد، به هر حال پسا مدرن هم نیست. باری بازی‌های زبانی، حذف معنا و تجاوزهای گرامری در دستور زبان نزد شاعران بزرگ هیچگاه از حد تجربه و راهگشایی فراتر نرفته است و شعر بشریت در همه اعصار و زبانها و در همه ممالک و مکانها همیشه بر این سه چیز ایستاده است: زبان، جهان، انسان. و یا به فرمول دیگر، شعر سه کارساز اصلی دارد: کلمه، شیء، خود. ما نمیتوانیم شعر را خالی از انسان و از من شاعر کنیم. ما نمیتوانیم شعر را خالی از جهان کنیم به عذر این که آن یک خطر سانتیمانتالیزم پیش می آورد و این یک خطر روایت و رئالیسم. نه، ما نمیتوانیم. زبان هم نمیتواند در شعرش جدا از شاعرش برای خودش برود و دستور نپذیرد. ما نمیتوانیم از بی معنایی حرف بزنیم تا زمانی که نمیدانیم معنا چیست. کی میداند معنا یعنی چه؟ معنای معنا چیست؟ ما شاعران حجم، اسپاسمانتالیست ها، در نزدیک شدنمان به واقعیت حذف واقعیت میکنیم. حذف واقعیت حذف معنا نیست. ما آن را، امر واقع را، در همان نگاه اول از دست می دهیم. و بعد این جمله هوسر رو میاره در یک پرانتز، میگه باید ابتدا جهان خارج را با اپوکه از دست بدهیم تا بعد آن را در یک خودآگاهی جهان شمول، اونیورسال، بازیابیم. در همین بازگشته به خود است که به حرف، به ضلع سومی از حرف میرسیم و در ضلع سوم حرف زبان است که عرابه میراند و فضا و فاصله را با خود به آخر خود میبرد. کار زبان را نباید قیاس از خود گرفت. شکستن نحو کلمه ها اگر از جهان نامرئی زبان حرف تازه‌ای برای جهان مرئی ما نیاورد، حرف یاوه است. و بعد در 2 پاراگراف ساختمان فرم رو نوشته.
فرمها با ساختمانشان همیشه در جایی وجود دارند. ما فقط کشفشان می‌کنیم، می‌فهمیمشان. زیر نگاه حجم هر چیزی جایی دارد، هر چیزی جایی در ساختمان فرم دارد. هر فرمی با اجزای سازنده‌اش همیشه در جایی وجود دارد. پنهان است و بیخبر. برای اینکه ظاهر شود منتظر میماند تا اجزای آن خودشان را و نقششان را نشان بدهند و به مرحله‌ای برسند که حس ما را به ابهام تحریک کنند، تا جایی که لذت خود را در آن میبینیم که این جمع درهم را نظم بدهیم و معماری کنیم. تنظیم همین شبکه ارتباط‌های نامرئی است که قواعد کمپوزیسیون را می‌سازد. کنار هم بردن و یا در هم بردن، تعیین نزدیکی و دوری پاره‌ها و گستره‌های اجزا، یکی یکی یا گروه گروه، که به هر حال شبکه‌ای است که حجمی از فضا را پر می‌کند و همیشه به همان چهره و منظر می‌ماند و برای خود مکانی می‌شود. مکانی برای شاعران بهتر، و بهترین شاعران همیشه به فرم طوری نگریستند که انگار ساختمان اثر جایی است برای ثبت تمایلات نو و بی سابقه انقلابی آنها و جایی است که خودشان را و این پیشگفتار آقای یدالله رویایی است که بر کتاب در مدت درخت نوشته و به نظر میرسه که یک نگاه جمع و جور و چکیده ای از همه آنچه هست که تا به حال ایشون در نوشته های متعددی به شکل‌های پیچیده تر و گسترده تری درباره شعر حجم یا شعر خودش نوشته و الان اون رو جمع بندی کرده در این کتابی که آخرین کتاب ایشون هست و نشر روناک در هلند منتشر کرده، در مدت درخت. جالبه که رویایی همچنان علیرغم کارهای زبانی عمقی که انجام میده و درباره فرم انقلابی حرف میزنه، تمام و کمال با این شکاف یا با این تضاد فکری همچنان در حال دست و پنجه نرم کردنه که کارهای فرمی که خودش به اونها اشاره میکنه، یعنی شاعران هم دوره نیما رو و تکرار اون کارهای فرمی رو، البته نه خود اونها رو که اونها رو مدرن میدونه، به عنوان پیشا مدرن محسوب میکنه و از این بابت این مسئله رو با خودش حداقل دست کم در اینجا حل میکنه که نگاه انقلابی به فرم کار شاعران بزرگه و ممزوج کردن زبان، شیء و انسان با یکدیگر کاری است که هر شعری باید انجام دهد. یعنی چه شعر پیشین ما نمونه های خوبش، چه شعرهای دوران مدرن و چه شعرهای وضعیت پست مدرن رو همه رو حائز این بالانس در این سه میدونه و اونچه که جدای از اینها شاعر خوب یا شعر خوب مطرح میکنه، نگاه انقلابی در فرم و جا گذاشتن این رفتار به عنوان یک مفهوم برای مخاطب در چینش این هاست. و سوال مهم رو همین گونه میشه و جواب داد که اساساً خود زبان شعر که رویایی اون رو میادگاه همه این مایه های شعری میداند، یعنی من به عنوان انسان یا خود، جهان به عنوان شیء یا مجموعه عینی از اشیا یا ابژه ها و همینطور زبان، همه اینها در خود زبان معنا میشن و اگر شعر قرار است پدیداری باشد که بالانس اینها یا هم نوازی اینها در یک موقعیت
عملکردی همسان و محدودیت‌های همسان رو بدون اینکه یکی بر دیگری قرار باشد غلبه کند شکل بدهد، آن پدیدار اساساً پدیداری زبانی است و در پدیداری اساساً زبانی یا به کل زبانی جزئیات دیگر چگونه معنی می شوند. در حوزه بررسی شعر رویایی که بعداً میریم، یعنی انطباق نظریش با شعرش، روی مرحله بعدی بریم حتما، ولی الان من فقط در باب خود نظریه دارم صحبت میکنم. اون چیزی که رویایی اینجا در این مقدمه‌ای که خوندیم کاملا روشن گفته و اون چیزی که پیش از این گفته در کارهای دیگش و این رو به عنوان کارکرد شعر حجم و شاعران حجم مطرح میکنه. دیدید که در مقدمه‌ام که خوندم، حالا دوستانی که بودند، گفت ما حجم گرایان یا ما اسپاسمانتالیست ها معتقدیم که و اون مفهوم اپوخه شدن و آفرینش رو یا گشوده شدن رو از پدیدارشناسی آورد و الان مسئله دقیقاً همینه که نگاهی که هوسرل داره و نگاهی که پدیدارشناسی داره به پدیده‌ای مانند شعر و پدیده اساساً یا هستی با نام زبان، اینجا ما چگونه میتونیم اون رو با نگاه دوالیستی یدالله رویایی با همدیگر هماهنگ کنیم. این نگاه دوگانه یعنی این که ما سوژه رو، من رو جدا کنیم، آبژه رو هم جدا کنیم، یعنی جهان رو با تعریف‌هاش و غیره رو همه رو جدا کنیم از هم دیگه و بعد شعر رو مجموعه‌ای بدونیم که یک سوژه از چینش آبژه ها ایجاد میکنه، یعنی فرمی که یدالله رویایی در بخش آخر گفت، یعنی کمپوزیسیون. یک سوژه‌ای بنشیند، از بین آبژه هایی که وجود دارد کمپوزیسیونی از آنها بسازد و این کمپوزیسیون متفاوت باشد با جهان واقعی. این که کارکرد دیگه کارکردی نیست که هوسرل دربارش حرف میزنه یا بعداً پدیدارشناس‌هایی یا فیلسوف‌هایی که از این روش استفاده میکنن مثل هایدگر و غیره به اون پرداختن. این تناقض یا شکاف در نگاه رو از همینجا ایجاد میشه در نظریه رویایی، از نظر من تا اونجایی که من میفهمم دست کم، و میتونم این انتقاد رو از اینجا مطرح کنم که این نظریه شعر حجم اگر قرار باشد به شکل خودش باقی بماند، یعنی همان چیزی که هست قابل پذیرشه و نمونه های زیبایی شناسانه و خوبی هم در شعر ما دارد، اما اگه قرار باشه که بنیانش رو ببره روی پدیدارشناسی، بعد دچار تناقض میشه با خودش. حرف من اینجاست، یعنی شما میگی که رویایی کلمه رو اپوخه میکنه یا نگاهش روی کلمه است که کلمه رو به تعلیق در بیاره و معنای کلمه رو، این یعنی این که کلمه رو به عنوان شیء نگاه میکنه دیگه و خود ماهیت زبان رو یا هستی زبان رو و کارکردهای رمزگانی زبان رو همچنان به همان شکلی که حضور دارند سعی میکنه که اونها رو به همون شکل نگه داره و عملاً ابژکتیوه. همون چیزی که خودش وقتی که در همین مقدمه داشت اشاره میکرد بهش، میگفت طرد کردن یک جای ابژه و سوژه بازگشت به بازی‌های زبانی است. یا اون جایی که میگه اگر ما انسان رو فقط بیایم بالا، میریم به سراغ رمانتیسیسم و خودبینی و شعر سقوط میکنه و بعد طرد سوژه و طرد خود برای رسیدن به ابژکتیویته ادعایی است که ما را به همان رئالیسم سطحی و روتین میرساند. یعنی که ما میریم سراغ رئالیسم دیگه، یعنی فارغ از رئالیسم نیستیم، میریم روی ابژکتیویته رئال. من میخوام بگم که دقیقاً خودش به همون چیزی که داره میگه کاملا در این نظریه وقتی میره سراغ پدیدارشناسی اینجا دچار تناقض میشه باش. مسئله من این بود، وگرنه آره خود حجم که اگر در جای خودش بمونه و نظریه خودش بمونه که هم در ادبیات ما جایگاه درست و حسابی برای خودش داره، هم به عنوان نظریه شعری قابل تأمله، هم نمونه‌های قابل تأملی در زیبایی در شعر ما داره و نقدهای بسیاری هم بهش وارد شده، علیرغم اینکه بشه قبولش کرد یا ردش کرد.
هستی خود نظریه به عنوان نظریه حجم قابل تأمل و تاثیرگذار هم بوده، اتفاقا شاید بسیار از بسیاری نظریه‌های دیگر بیشتر. ولی من حرفم اینه دیگه، وقتی ما اینو میچسبونیمش به هوسل، وقتی میخوایم ببریمش سراغ مسئله فنومنولوژی، بعد اصلا چجوری میتونیم این مبحث رو مطرح کنیم الان؟ یعنی این شکافه رو چطور میخوایم پر کنیم؟ یعنی اساساً نگاه شعر حجم به جهان و نگاهش به زبان همینه که اون ضلع سوم حرف رو، اون چیزی که رویایی بهش میگه حرف، میگه باید یکی ضلع سوم داشته باشه اگر ما حالا سخن یا زبان یا هر چیزی که، البته من این تعریفایی که دارم میدم و همه رو دارم با هم یکی میکنم چون میخوام اون چیزی که رویایی میگه رو بگم. میگه در بازگشت به خود است که به حرف، به ضلع سومی از حرف میرسیم و در ضلع سوم حرف زبان است که عرابه میراند و فضا و فاصله را با خود به آخر خود میبرد. خب یعنی ما یک فضایی وجود داره، یک جای خالی وجود داره که در این فضا، در این جای خالی یک فاصله‌ای به وجود میاد که همون تعلیق است یا شاید اصلا حجم همون فضا هست و بعد میگه که زبان در اینجا عرابه میراند و بعد اتفاقا اون چیزی که در انتها از این نتیجه میگیره میگه که شکستن نحو کلمه ها اگر از جهان نامرئی زبان حرف تازه‌ای برای جهان مرئی ما نیاورد، حرف یاوه است. اینجا رو بعد اون بخشی که غزل داره مطرح میکنه، یعنی نگاهی که غزل به یدالله رویایی داره با این نگاهش در این تیکه، این دوچار تضاد میشه. یعنی اینکه تضادهای گوناگونی در برداشت‌های ما، همه ما درباره شعر میگوید وجود دارد و این تضادها به اتفاقا در قالب نظریش و شعرش هم وجود داره که حالا نمونه‌هایش رو بعداً میخونیم. و به نظر من این تضادهایی که شما در همین بخش‌های یا اختلاف‌هایی که در همین بخش‌هایی که از مقدمه این کتاب خوندم من می‌بینید وجود دارن، ناشی از تناقض‌هایی است که در نظریه‌ای که رویایی مطرح می‌کنه وجود دارن. یعنی اون جایی که ذهن و زبان رو و انسان رو میاد از همدیگه جدا میکنه، یعنی انسان رو به عنوان سوژه، بعد جهان رو به عنوان آبژه و زبان رو به عنوان مسئله سوم، اینها رو از هم جدا میکنه و بعد میره سراغ این که بالانس بین اینها شعر میآفرینه و از دل اینها میاد چیزی بیرون میاره به عنوان حرف که این حرفه در واقع باید از حاصل تعلیق بیرون بیاد، از حاصل تعلیق زبان بیرون بیاد و در اون فضای خالی چیزی رو از جهان نامرئی در اون فضای خالی بیرون بکشه. اگر چنین چیزی باشد بعد ما با چه چیزی روبروییم؟ یعنی اون موقع دیگه میشه این ستا رو از هم جدا کرد اساساً یا نه؟ تفاوتی که اینجا وجود داره بین همون نظریه اولیه شعر حجمه که هم در بیانیه هم در نظریه‌های ابتدایی رویایی وجود داره، با اون چیزی که اینجا در این مقدمه در مدت درخت در این مطرح میکنه این تفاوت وجود داره. اونجا یدالله رویایی درباره فضا صحبت میکنه و درباره تصاویر صحبت میکنه و اینکه اونجا میگه که ما 3 تا ضلع داریم، یکی طول، یکی عرض و یکی ارتفاع، که این طول و عرض و ارتفاع رو به این معنا مطرح میکنه که باید آنچه که در شعر حضور پیدا میکنه به عنوان آبژه ها بر روی صفحه برجسته بشه و برجسته شدن این به معنای این است که حجم پیدا میکند، یعنی از طول و عرض جدا می شود و ارتفاع می گیرد. اینجا هم اومده همون 3 تا رو دوباره مطرح کرده، یعنی اینکه اون طول و عرضه رو به عنوان جهان و جهان یعنی آبژه ها
اشیا و آبژا اونجوری که خودش مطرح میکنه و بعد من رو هم به عنوان کسی که اینها رو سامان میده، نظم میده و کمپوزیسیون برای اینها ایجاد میکنه مطرح میکنه و بعد میاد زبان رو به عنوان اون نقطه‌ای مطرح میکنه که اینها رو برجسته میکنند و ارتفاع میدهند به اینها. این نظریه در اینجا برای خودش منسجمه دیگه، یعنی هم در اون بخشی که در بیانیه حجم مطرح میکنه، هم در این بخشی که در اینجا مطرح میکنه، تا اینجا به خودی خود دارای معناست. یعنی یک نظم مشخصی داره و میشه درکش کرد، یعنی ادراکی ازش داشت و بعد در شعر گذشته رویایی و تا شعر اکنون رویایی هم میشه نمونه هاش رو هم بررسید که حالا خواهم رفت سراغشون. اما مسئله من دقیقا اینجاست، از جایی که میره سراغ حسر، میره سراغ در واقع معلق کردن یا خودش میگه اپوکه یا اپوخه کردن من و از اون یعنی سوژه و از اونجا سپردن عرابه زبان به خودش و بعد یک فضای خالی رو ایجاد کردن و حرفهای نامرئی فضای نامرئی زبان رو به زبان آوردن، اونجا اصلا با اون چیزی که رویایی میگه کاملا نظریه در تضاد قرار میگیره. اونجا شما وقتی که من رو تعلیق کنی عملا هستی رو تعلیق کردی و هستی در زبان معنا پیدا میکنه، یعنی شما تنها دیگر با زبان رو بروید، با جوهر زبان رو بروید و جوهر زبان داره با عملکردهای خودش حرفهای نامرئی خودش رو به نمایش در میاره. چگونه میتواند این کار رو بکند؟ با معلق کردن رمزگان، یعنی معلق کردن همه آنهایی که پیش از این وجود دارد. اما یدالله رویایی عملا نه در نظریه حجم و نه در شعرش این کار رو نمیکنه و تمامی آنچه که موجوده همه بر اساس بسترهای عینی داره حرکت میکنه، یعنی رمزگان همچنان داره حرکت میکنه و همچنان داره اون چیزی که هست رو استفاده میکنه و به شکلهای متفاوتی تنها، همونطور که خودش میگه، فرمهای گوناگونی میگیره و خودش هم داره میگه که کار یک شاعر بزرگ بر جا گذاشتن همون حرکت خودشه در این فضا که یک فرم متفاوتی میسازه و این اخلاق انقلابیش رو اونجا به نمایش گذاشتنه. اگر ما با چنین چیزی روبرو باشیم دیگر نمیتوانیم برویم سراغ حسر یا برویم سراغ پدیدارشناسی، باید بریم سراغ ذهنیت مدرن در شعر. من میخوام بگم که یدالله رویایی برای نظریه حجم که البته پایه‌های اساسی داره، حالا توی جای خودش، در زمان خودش و در اون جایی که بروز کرده، میخواد پایه‌های فلسفی پیدا کنه و اون رو از حوزه یک نظریه ادبی یا یک نظریه خاص شعری خارج کنه، میره که پایه‌های فلسفی برای اون پیدا کنه و اون رو به عنوان یک جهانبینی، یک نوع هستی شناسی شاعرانه، نگاه شاعرانه فلسفی براش پایه پیدا کنه در فلسفه، میره سراغ حسل و از اونجاست که تناقضاتش در نظریش آغاز میشه. و این مسئله بود که این سوال رو برای من پیش آورد که شعر زبانی که یدالله رویایی ازش حرف میزنه کدام شعر زبان است؟ یعنی شعری است که قرار است یک فرم تازه‌ای در زبان ایجاد کند یا قرار است که اصلا زبان رو به عنوان واقعیت زبان به معرض نمایش بگذاره، یعنی رمزگان و همه آنچه که هست رو معلق کنه و کارکرد نامگذاری زبان رو یک بار دیگر باز تولید کنه و این حقیقت زبان رو دوباره تکرار کنه. این اون چیزی بود که در این نظریه به نظر من تناقض داره. ولی الان من میخوام که یک نمونه ای از کار جدید یدالله رویایی رو در همین کتاب در مدت درخت که تازه منتشر کرده، شعر شماره 13 رو بخونم و همه اون چیزهایی که گفتیم رو بر همین منطبق کنیم. شعر 13 رو با همین نگاه رویایی بسنجیمش بد نیست. در چیدن چند استخوان خاک، ترکیب از استخوان میگیرد، از آن که در قواره ترکیب خوابیده است. ترکیب استخوان‌ها در خاک کار بداهه نیست، منظر دست است. در کار خاک سودای استخوان‌ها ترکیب دیگری است که سودای دست نیست. سودای دست منظر ترکیب را
در قفس خالیش از چند استخوان مثل قفس خالی پیدا نمی کند. خالی ضمیر رفته ناپیدا در ترکیب، خالی پرنده معلول بیقواره من، قلب. شما اتفاقا در اینجا دیگر با چیزی طرف نیستید که یدالله رویایی میگوید، یعنی آنجایی که در همون مقدمه اشاره میکنه به شکل روشن و میگه زبان است که را بمیراند و فضا و فاصله را با خود به آخر میبرد، بلکه در اینجا کاملا سوژه است که در حال توصیف همه آن چیزی است که در حال اتفاق افتادن است. یعنی شما یک فضایی رو تصور میکنید، از تصور شما آنچه که وجود دارد باید به توصیف در بیاید در زبان و به همین خاطر رمزگان کاملا داره کار خودش رو همچنان انجام میده. همه این معناها همه آن معناهایی هستند که باید وجود داشته باشند و کار نحو هم همچنان داره پیگیری میشه، یعنی نحو هم داره به راه خودش میره و تنها چیزی که اتفاق میفته فرمه که داره مشغول نظم دادن به این توصیف هاست. از اونجا میخوام بگم که این نظریه اون گونه که میره سراغ پدیدار شناختی اینجا اتفاق نمیفته، بلکه همون نظریه ابتدایی است که درباره شعر حجم وجود داشته، یعنی طول و عرض و ارتفاع و ساختن تصویرهایی که نهایتاً با یک تصویر دیگری جدا بشن از آنچه که بودند. یعنی شما الان چیدن چند استخوان در خاک رو دارید، ترکیب استخوان‌ها در خاک که کار دسته، یعنی منظر دست داره این کار رو میکنه، بعد وارد خود خاک میشه که سودای استخوان‌ها برای خاک چه هست، بعد سودای دست رو توصیف میکنه که چه هست و در آخر اون چیزی که هست ضمیر رفته ناپیدا در ترکیب، یعنی صاحب خود آن استخوان‌ها و اونجایی که میگه خالی پرنده معلول بیقواره من، قلب، یعنی خودش رو در مواجهه قرار میده با آنچه که به عینیت در آورده. این همون نگاه دوالیستی دوگانه شعر مدرنه که اینجا اتفاق میفته در شعر رویایی به نظر من و با نظریه پدیدار شناختی شعر، یعنی جایی که حسر میره سراغش و مسئله تعلیق، عملاً اینجا ما زاویه پیدا میکنیم. مثلا این شعر شماره 48 رو نگاه کنید و شعر شماره 49 رو. دقیقاً با آنچه که پیش از این رویایی گفته منطبقه، اما با زیرساخت‌هایی که الان میخواد برای نظریش پیدا کنه دیگه منطبق نمیشه. میگه بار درخت ماه، درخت را کرانه دنیا کرده است و در کرانه دنیا دل بر شاخه ها اتاقی خالی را بالا میبرد. شاید که روز ادامه دیروز است که دل سؤالی خالی از سمت می کند و ماه سمت سنگ. و شعر 49 رو هم من بخونم که به عنوان 3 نمونه هم حداقل در این زمینه داشته باشیم. مرگ در آغوش مرگی بی انتهاست و انتهای مرگ افشای مرگ. خشم تو زخم زیبایی است و زیبایی گناه شسته در اخم. اخم ستاره در عفونت سقف، وقتی که سقف رؤیای رونده است. وسعت دادن به آبژه ها، اونها رو از حالت عینی یا ذهنی خودشون خارج کردن و ترکیب های عینی ذهنی ساختن برای گسترش معنا. این همه اون کاریست که در این کار هم به جز فرمی که انتخاب میکنه و از 2 تصویر اولی که ساخته تصویر سوم رو با اونها قرار میده و اون حجم رو میسازه، همین کار رو هم در اینجا میکنه. اما در ماهیت رمزگان باز هم میگم و در ماهیت زبان
اتفاق دوباره‌ای نمیفته، هیچ چیزی در زبان تغییری نمی کند، در رمزگان هیچ اتفاق دیگری نمیافتد و در حوزه عینیت تنها مقداری ذهنیت تزریق میشه، یعنی اندکی تخیل وارد ماجرا میشه و همون چیزی که خودش هم میخواد اتفاقا و در اون بخش‌های قبلی که بهش اشاره کردم اون کار رو انجام میده. یعنی با نظریه قبلی و نظریه پیشین خودش مبنی بر ساختن فرم انقلابی، کمپوزیسیون و فرار از عینیت محض، فرار از بازی زبان و غیره، همه این کارا رو انجام میده، در همه اینها موفقه و با اون نظریه پیشین خودش هم کاملا منطبقه. اما باز هم میگم از اونجایی که میره سراغ این که زبان عرابه خودش را میراند، اینجا زبان عرابه خودش را نمیراند، این ذهن این یدالله رویایی که عرابه زبان رو میراند و این کاملا مشخص و روشنه و بازتاب این حقیقتی که قرار داشته باشه رپرزنتیو اونجا اتفاق میفته که ذهنیت او رو، ساخت او رو به نمایش در میاره، به عینیت دوباره در میاره. نه تنها زبان خودش عملکرد اصلی خودش رو که نامگذاری است دوباره تکرار نمیکنه و حقیقت خودش رو آشکار نمیکنه، در حوزه زبان هم وقتی ما با نظریه‌ای مثل نظریه رویایی روبرو میشیم، در این جایی که در این متنی که من خوندم و در ابتدای همین کتاب جدیدش نوشته، همین پیشگفتار یا مقدمه، در رفتار او با زبان ما اساساً با چیزی به عنوان واقعیت زبان یا حقیقت زبان یا اون چیزی که در نگاه پدیدار شناختی با زبان روبرو نمیشیم و مسئله تکنیک پیش میاد. همون جایی که خود ایشون هم در انتهای همون نوشته میپردازه به مسئله فرم و به گفته خودش کمپوزیسیون، یعنی دیگه ما فقط با چینش طرفیم و اساساً با اون روند واگشایی حقیقت یا اون حقیقت پنهان شده که آشکار قراره بشه و خودش هم بهش اشاره میکنه در حوزه زبان روبرو نیستیم عملاً و مکانیزم‌های رمزگانی در اون کاری که آقای رویایی میکنه تغییرات چندانی حاصل نمی‌کنند، بلکه از ترکیب‌های عینی ذهنی قصد ایجاد ابهام داره و این ابهام اونجا عمل میکنه و عملاً تعلیقی به معنای باز تولید مکانیزم ابتدایی زبان یعنی نامگذاری دوباره در کار آقای رویایی شکل نمیگیره. این همه اون چکیده همه اون حرفی است که من از ابتدا در اون سوالم داشتم و در بحث ابتدایی مطرح کردم، ولی به خودی خود آنچه که آقای رویایی میگوید در شعرش اتفاق میافتد به نظر من. حالا جدا از این که با منابعی که به اونها رجوع میکنه و میخواد پایه‌های فلسفی پیدا کنه براش ممکنه که همخوانی یا دارای رابطهای محکم و مشخصی نباشد. خب اگر اجازه بدید من در انتها این دو شعر رو بخوانم و بعد یک تشکر ویژه هم از همتون بکنم. شعر 93 از مجموعه در مدت درخت یدالله رویایی. گور اگر سرشتی داشت آینه ای می شد و یا که جستجوی آینه می شد. حالا که خود تصویری است در تو آینه ای بیغاب، با منکران مرز در گذر از تن در قاب آینه، با مرزهای منکر وقتی که روی لوحه تابان تو دریچه های غربی شرقی است. و شعر بعد. لب به لبخند می گشایی و عمق فرو می ریزد، نفسی بر من بگشا تاریک زیر پایم بترکد، تا پاشنه با کویر آشنا شود.
ای رسیده ای رسا. از برق چشمهای تو چیزی به جا نماند، جز جای پلک‌های من از خاک آستان، جز دست‌های سوخته در آستان خاک و خاک داغ در باغ‌های سینه، در سینه‌های باغ. و ممنون از همه شما دوستان